آنکارا، سال 53 قبل از میلاد مسیح. ارتش مارکوس لوسینیوس کراسوس به عمق خاک پارتی ها نفوذ کرده. کراسوس در شرق است. او به دنبال شهرت و ثروت است. به هر دوی آنها برای به دست گرفتن قدرت روم نیاز دارد. هفته هاست که با ارتش پارتی ها درگیر است و آنها او را به اعماق خاک کشورشان کشیدند. اما رومی ها فکر می کنند که پارتی ها وارد جنگ نمی شوند. کراسوس با بیش از 40,000 سرباز تا دندان مسلح قدم به خاک پارت گذاشته. او می خواهد با غلبه بر ایران نامش را کنار جولیوس سزار و پومپی قرار دهد. هفته ها پیشروی کرده بود و هر بار که سپاه پارت را می دید آنها عقب نشینی می کردند. ناپدید می شدند و رومیان را به عمق بیابان می کشیدند. سربازان روم با تمسخر می گفتند آنها می ترسند روبرو شوند. اما حقیقت این بود که عقب نشینی ها، این سکوت طولانی و حتی بیابان های خالی همه بخشی از نقشه مردی بود که تازه نامش آشکار می شد. سورنا، سردار جوان ایران. سورنا دیگر تصمیم گرفته بود چهره واقعی ارتشش را نشان دهد. کم کم صدای طبل‌های سنگین آمد. سپس گرد و غباری بزرگ از افق برخاست و پس از آن از دل آن گرد و غبار سواران زره پوش ایران پدیدار شدند. این منظره برای رومی ها باور نکردنی بود. مردانی که زره هایشان از گردن تا پا می درخشید. اسب هایی که با زره های پولادین نیزه هایی بلندتر از قد یک مرد کامل. اینها کاتافراکت ها بودند، سوار نظام سنگین اسلحه ایران، ضرب زنندگان اصلی این میدان. سورنا در بلندی و پشت سپاه بر اسبی نشسته بود، آرام، مطمئن و در کنترل کامل میدان. کراسوس که عظمت سوار نظام ایران را دید، نیروهایش را در قالب یک مربع عظیم چید تا از این محاصره جلوگیری کند. اما این مربع بزرگ بی آنکه خودش بداند به قفسی تبدیل شد که سپاه روم را در آن گیر انداخت. سورنا با یک اشاره جنگ را آغاز کرد. سواران کماندار پارتی از 4 سوی مربع رومی شروع به چرخیدن کردند، کاری که در آن استاد بودند. باران تیر از آسمان فرو می‌ریخت، تیرهایی تیز، سبک و بیوقفه. رومی ها سپرهای بزرگشان را بالا گرفتند و در آرایش لاک پشتی قرار گرفتند. اما تیرها تمام نمی شد. چرا؟ چون پشت میدان کاروان شترهایی پر از تیر آماده بود. تا آخرین لحظه، آخرین نفس، آتش سوار کمانان قطع نمی شد. رومی ها خسته شده بودند. گرما نفسشان را برید و تشنگی جانشان را می گرفت. هر بار می‌خواستند به جلو بروند، تیرهای تازه از راه می‌رسید. وقتی سورنا دید لژیون‌ها فرسوده و خسته شده‌اند، دستش را بالا برد و در یک لحظه سوار نظام سنگین اسلحه ایران به حرکت درآمدند. زمین زیر سم اسبان می‌لرزید و نیزه‌های بلندشان را به جلو نشانه گرفتند. صدای برخوردشان با زمین مثل غرش آسمان بود. آنها با تمام سرعت به دیوار آهنین لژیون‌های روم کوبیدند. نیزه‌هایشان سپرها را می‌شکافت و زره‌ها را می‌درید. صف‌های منظم روم را چون پارچه‌ای پاره پاره می‌کرد. لژیون‌هایی که همیشه به نظمشان می‌بالیدند، حالا در برابر موج آهنین ایران فرو ریختند. فریادها در دشت پیچید. پرچم‌های روم یکی یکی بر خاک افتاد و صفوف به هم ریخت و مردان در میان هم گم شدند. کراسوس تازه فهمید که همه چیز تمام شده. با فرارسیدن شب، جنگ آرام شد. نیروهای پارت به کمپ‌های خود بازگشتند، اما فریادها خاموش نشد. گروه‌هایی از رومی‌ها می‌گریختند و گروهی کشته شدند.
گروهی در تاریکی بیابان راهشان را گم کردند، اما سورنا همه راه ها را بسته بود. هر حرکت رومی ها برای فرار در سایه سواران پارتی خفه می شد. کراسوس در درگیری با نیروهای پارتی کشته شد. سردار بزرگ روم در سرزمینی که برای فتح آن آمده بود جان باخت. سورنا فرزند شرق، فرمانده‌ای که قرار بود خورشید روم را در دشت‌های کارا غروب دهد.